مرغ سحر یا ملودی مشابه با حال و هوای حماسی و حزین، در کوچه های خاک رفته مقدس مشهد، جایی که ایمان زاده و تعلیم داده میشد. یهاش را افکنده بود با چنگ آهنین ساواک و خامانهای جوان شاگردی با روحی آتشین، دیدگاهی سوزان را در سر می پروراند. طاووس مغرور شاه در سراسر سرزمین در حال اعتراض صدای خود را بلند کرد. ششبار او را به سلول ها کشیدند، جایی که خورشید هرگز به درون نمیتابید. در چاه‌های مخفی شکنجهاش دادند، قصه‌هایی که کسی بازگو نخواهد کرد. بمب و جنگ و سخنان زیر لب، سرنوشت ملتش پولادین شد. از التهامات درد تبعید و زنجیر زندان نتوانست روحی‌هاش را رام کند. او آموخت که به آتش باید با شعله‌های پاسخدنده پاسخ داد. ای دود بر فراز تهران برمیخیزد، سرنوشت یک ملت رقم میخورد. در میاد نماز طلبهای حقیر تا آخرین سوگند. یک رهبر فصلی در گرد و خاک بسته می شود. هوا اینک خاموش است. در 81 درون مسجدی برای وعظ صدا بلند کرد. جرقهای پنهان در یک زب صبح درسی عبرت آموز به او داد. انفجار جمعیت با ایمان را در هم کوبی، طرحی بیرحمانه کنندهای به سوی منبر بلند یورش برد. در میان مردمی که دستش را برای همیشه فلک کرد، ریهاش را زهراگین ساخت. آن را تقدیر نامیدن، آن را کار خدا خواندن، نشانهای برای دیدن همه. آن مردی که گمان میرفت انفجار از پا در آوردش، مقدر بود که آزادشان رهبری کن. در 85 در نماز جمعه خطر بار دیگر سر رسید. انتها ره اشک میریختند. انفجار دیگران را گرفت پیر و جوان، اما واعظ را سالم گذاشت. با تنها 3 دقیقه وقفه برای خون، روح آهنینش را عریان کرد. ما خم نخواهیم شد، نخواهیم شکست. سوگندش در فضا تنین انداخت.
پشت شما مشتی سخت‌تر را ملاقات خواهد کرد. از این امر میتوانید مطمئن باشید. در طول 8 سال جنگ با صدام، با سمش در آسمان به سکوت فرو رفت. جانشین برگزیده از نظر افتاده بود. خلاییاو به جبهه رفت، رئیس اجموری که سربازان برای مردن میرفتن. دید قرد چگونه صدام را اسلحه میدهد، دروغهایشان را همه عیان. رشکی عمیق و دیرپا در چشمانش نشانده شد. شیطان بزرگ یک شعار نبود، بلکه چیزی بود که با چشم دیده بود. در هر گلوله و هر رفیق از دست رفته، در هر توته های از آن سوی آب. پس غمینی پدر در گذشت و همه سرزمین که باید پر می کردن. به خامنهای آن مرد متواضع مجلس خبرگان رو کرد. یک مرجع نه اما در طوفان پرسیدن اگر او نباشد پس کیست؟ من تنها طلبهای کوچکم اولین و بیمیلی بود که بر زبان را رهبری بخواست مردم، هرچند که صدای خودش به گوش کسی نمیرسید. فتوایی داد روشن و قوی، حکمی از جامعه به خدا. آن بمب پلیدان ابزار کشتار، آیا ایمان ما آن را مجاز می‌دارد؟ آن سلاح ها حرام اعلام کرد، گناهی در پیشگاه پروردگار. در زیر جامه های رسمی نجوایی با همان خاکی که خودم ماور برگشت و فریاد زد که این دروغی است بر گفتارش. کشتی های خود را ساختن، مردانشان را گرد آوردن، از تغییر رژیم سخن گفتن.